داداش دیده نمیشی. به نظر من خیلی منو اذیت میکنه، ولی صاحب کنین عیب نداره. من آدم آرومیم، بازی نکو بارویم. خب گفتی که این سوخاری داره؟ آها این سوخاریه. مرغ عادیه. از اینا این برش هم مرغ هم داره ولی یه سردگی هم نیستش. الان یه چیز دیگه هم سفارش دادیم واسه ایشونه، چون میدونم سوشی زیاد دوست نداره. آماده شد. چی این الان گوشت خوکه؟ فکر نکنم، نه من پورکش رو سفارش ندادم واسه تو. آها آره گوشت عادیه. چه اینو باز کنم اول؟ با اون میخوای بخوری؟ تلاش میکنم. من تلاش میکنم. تلاشش. اوه آفرین. گوشته. خیلی باید بجویش. و خسته میشی و قورتش میدی. با برنجش باید بخوری، با برنجش چون نرمه خیلی حال میده. اول کام اینو تست بکنیم. ولی این سفته ها اینجاش این سبزه اجابه بیشتر بردم نظرم این خراب شد خود بگید این بین پلاستیک بینشه. من الان چجوری خب باید اینو چون در نباید بیارم؟ خیس بشه و تو باید خیلی آروم در بیاری. تو داری باهاش میجنگی. این ورش اصلا باز نکردی، عقل کل. آقا بعد راحت الحلقوم باشه غذا، نه که 2 ساعت فقط به فکر باز کردنش باشی. خب من اینو بخوام باز کنم خب سیر میشم. یک دو سه. منم تا حالا گوشت خوک نخورم، هنوزم نرسیدم به خوکش. الان اینجا دارم میرسم به گوشت خوکش و بریم. اینا چی میدن مردم میخورن؟ میشه بکنم. Say that you're fine when you're not really fine. نه خوبه. حرفه‌ای ام. خدا بس دیگه. هنوز یه قسمتش تو دهنمه و واقعیتشو بخواین اینجاشو نمیتونم بخورم. بچه یه زاویه جدید پیدا کردم. بچه یه چیز دیگه هم میخواستم بگم. کسایی که قصد داشتن بیان انگلیس و به صورت پناهندگی، قانون 5 ساله که میتونستی بریتیش بگیری شده 10 ساله. خواستم اینو اطلاع بدم دیگه، ثبت شده. یعنی به جای اینکه 5 سال بریتیش بشین 10 سال باید ثبت بکنین و متاسفانه الان شرایط ما هم دقیقاً همینه. بچه میکروفون من شارژش تموم شد. الان تیکه مکس رو میذارم رو سرم. داریم داد میزنیم، فریاد میزنیم. تا 50% اینجا آف خوردن. مثلا شاید این قیمت ها نصف بشن. آره مثلا اینو ببین، این کیفه روش زده. بخون. کدومی؟ آره مثلا شده 17 و 50. 17 و 50 خداییش هم خوبه. آره 35 بوده شده 17 و 50. اینم از تیکه مکس. میکروفون نداریم، باید ار بزنیم، باید داد بزنیم.
چرا عهد اومدیم سمت شورتا؟ نکنه بچه ها خیلی بزرگه، همه چی هم داره، هم وسایل خونگی هم بچگونه بزرگونه، همه چی پیدا میشه. آماده باشم شبیه گاتپوری نشستی. کمرم درد میکنه. بچه ها سایزای پای انگلیس فرق میکنه با چیز، با ایران. مثلا من سایز پام چیزه 4.5 5، ولی واسه امیر جان 8. بعد اینا لایناش همه فرق میکنن که چی باشه. یه دونه کفش چی چند پوند؟ 70 پوند. آره اینا دیگه ببین چه جنسی. این آدیداسه چیه؟ این چه مارکیه؟ خب دیگه این دیگه این ماهی شوکه. 14.5 سایز. اوه بعد از اون یکی لنگش هم نیست. بچه لنگه اون ماهی شوکو پیدا کردم. جالبش اینه که میگه من کمرم درد میکنه و از اونجا داره میاد. بچه هم ماچه توت فرنگی گرفتم، امیر اینو گرفت. Oh, you have an ice cream. منم حاضر شد. من و ماچه یهویی. بچه این دومین بارم، اولین بارم نیست که دارم امتحان میکنم. اولین بار رو داغش رو گرفته بودم و اصلا خوشم نیومد، مزه علف میداد. ولی این استرابری داره داخلش، توت فرنگی. ببینم خوشمزه میشه یا نه. من یکم خانم اولین بارش بود بعد میکنم. خیلی دیگه اولین بارش بود. بعد وقتی یادش رفت ویفرش یادش رفت بذاره روی اینو. بعد دوباره باز خامه هم یادش رفت. بعد الان که گذاشته ریخته. چرا شریک هستی؟ بابل تسلا فرای چیکن هم بزنیم. ماچا بخوریم. ماچا خیلی شادم. این چه اینجوریه؟ بچه این آپشن خیلی داره. بابل تی داره. این کافیه یا چیزه؟ چیه؟ شکلاته و بستنی هم داره. از این ویفر هم داره. براون شکر قهوه‌ای. شکر قهوه‌ایه. ولی خوشم اومد از این. خدای بد نیست. اومدی خودت بیافتی بعد دست جلوی اینه داری. بخوای؟ بزن بابا. یه ذره. بعدش دقت کنید بعدش مزهش میاد. آره. بچه اولش میخورم بوی میگم بو طعم توت فرنگی میده، ولی بعد که یه ذره میگذره طعم علف میده. ولی باید به این عادت بکنم چون کافی کافئینش خیلی بیشتر از اینه. این مثلا به صرفه تره. منم بعضی وقتا حالم بد میشه یا قش میکنم. خونش خیلی میره بالا. آره. خون چه تپش قلب. تو هم تایید کردی گفتی. نه تنها تایید کردی بلکه گفتی. کمخونی هم که دارم. تپش خون هم که داری. آره یه قش میکنم. بچه ها من گوشیم 18% شارژ داره و کم کم داره خاموش میشه. ولاگو دیگه همینجا باید تموم بکنم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین. بای.